با یاد و نام جانفدایان راه آزادی و با درود به همه عزیزان در نشست کارگران میهن پرست ایران. اه، صحبتی رو آماده کردم، سخنرانی رو آماده کردم در خصوص خشونت سازمان یافته، معیاری دقیق برای تشخیص گروه ها و سازمان هایی که در سایه فعالیت فرهنگی، دینی یا سیاسی در ساختار قدرت نفوذ می کنند. راه های شناسایی و پیشگیری از نزدیک شدنشان به ساختارهای قدرت چیست؟ وظیفه فعالین حقوق بشر از جمله فعالین کارگری و خبرنگاران چیست؟ البته این موضوع خیلی بزرگیه و شاید به اندازه همین یک سخنرانی کافی نباشه که راجبش صحبت شه، یا من نتونم از همه جنبه های تخصصی به این بپردازم، چون به هر حال موضوع بزرگی گسترده است و باید همه کارشناسان یا متخصصین بیان از ابعاد مختلف اینو بررسی کنن. اما با توجه به اتفاقی که توی این هفته گذشته برای من افتاد و خودم برای بار چندم توی زندگی به نوعی با یک خشونت سازمان یافته مواجه شدم و این خشونت به من آسیب رسوند، همونطوری که قبلا که در ایران به واسطه فعالیت هام زندانی شدم که اون خودش به نوعی خوش استفاده از خشونت هست. افراد رو به دلیل فعالیت ها یا به خاطر اینکه عقاید خودشون رو میگن یا اعتراضی میکنن زندان میکنن، به شکلی استفاده از خشونت هست. و آنچه که در زندان دیدم و خشونت هایی که به صورت روانی با افراد انجام شد یا توی بازجویی ها با خود من سعی کردن که از شکنجه های روانی استفاده بکنن برای اینکه بتونن اطلاعات رو به دست بیارن یا کاری که میخوان رو انجام بدن و افراد فرد رو خورد کنن. و آنچه که باز هم در همون دوره ها دیدم که دوستانم رو از دست دادم به واسطه همون خشونت سازمان یافته که به شکلی در زندان بود. و برای مثال جاویدنام بهنام محجوبی که دچار این مسئله شد و اون رو حتی به بخش روانی امین آباد بردن، به آسایشگاه روانی امین آباد بردن و اونجا رو شکنجه کردن. و واقعا الان که خودم یادم اومد یه مقدار دوباره متأثر شدم. این همه اینا باعث شد که من بخوام از جانب نگاه خودم، کسی که خودش با این خشونت سازمان یافته مواجه شده، درگیر شده، قربانی شده و اون رو دیده، چه در ایران و حالا در کشور دیگه، در کشور ترکیه دیدمش. و در این حال خب به عنوان یه فعال کارگری، فعال حقوق بشر و کسی که دغدغش رو دارم و دارم روش فعالیت میکنم، لازم دونستم و البته وظیفه خودم دونستم که راجع به این مسئله این سخنرانی رو، این صحبت رو انجام بدم. و از همه کسایی که حالا الان که در این نشست دارن میشنون و یا کسایی که بعدن این رو میشنون از طریق پلتفرمایی که حالا ما این رو منتشر میکنیم، چه تو اینستاگرام چه تو یوتیوب یا جای دیگه، میخوام که به این توجه کنن که این نگاه من به این قضیه است و من از نگاه شخص خودم میخوام این مسئله رو باز کنم و نظر و پیشنهادهای خودم رو توی این سخنرانی بدم. خب من یه توضیح مختصر بدم از اتفاقی که برام توی ترکیه افتاد و شاید این باعث شه که یه قسمتی تو ذهن شما باز شه که چرا اصلا این مسئله خشونت سازمانی یافته رو من میخوام کنکاشش کنم. بعضی از شما عزیزان که خب اکثرتون بکنم در جریان هستید که من هفته پیش یک تجمع حامیان جمهوری اسلامی در یکی از محله های استانبول برگزار کرده بودن که من اونجا حاضر شدم در اعتراض به اینکه اونها دارن از تروریسم حمایت میکنن و این جمهوری اسلامی که اینها پرچمش رو میخوان ببرن بالا، دقیقا همون جمهوری اسلامی، همون پرچمیه که بچه های ایران رو 40,000، بیش از 40,000 انسان بیگناه رو کشت و روی خون این عزیزان، روی خون بچه‌هایی که در ایران کشته شدن، اینها میخواستن رژه رو برگزار کنن. خب من اونجا حاضر شدم، پرچم شیر و خورشیدم رو بالا بردم و بهشون اعتراض کردم و دقیقاً
به محض اینکه اونها این پرچم به من رو دیدن و اعتراض من رو شنیدن، با وجود اینکه پلیس در اطراف من بود و پلیس خودش قبل از اینکه اونا برسن اومد پیش من و گوشیمو گرفت و خواست من رو جدا کنه از اون جمعیت، با وجود حضور اون پلیس ها اینها حمله کردن و حتی اون پلیس ها با دیدن اون حجم از هیجان و اون خشونتی که اونا داشتن می اومدن ترسیدن و من ترس رو حتی تو چشم این پلیس ها دیدم و به من گفتن فقط فرار کن اینجا نمون. و من سعی کردم که اونجا فاصله بگیرم و ولی باز اونا انقدر تعدادشون زیاد و از جای مختلف اومدن که برای چند لحظه به من آسیب زدن تا اینکه پلیسا با کمک پلیسای لباس شخصی منو از اونا جدا کردن و خب بینیمو از دو ناحیه شیکوندن. و حالا کاری که اتفاقای دیگه که افتاد، نکته ای که برای من توی همه این ماجرا به وجود اومد یه چند تا صحنه بود و یه چیزایی که تو ذهن من موند که دوست داشتم که یعنی اینا باعث شد که این مسئله هی بیشتر تو ذهن من بیاد بالا و اصلا من بخوام راجع به این مسئله فکر کنم، راجبش بنویسم و راجبش صحبت کنم. یعنی این اتفاقا و اون تصاویر که حالا من چند تاش رو میگم براتون. مثلا اینکه بیش از 20 مرد به یه نفر حمله کردن، در صورتی که حتی دو سه نفرشون هم اگه به من حمله میکردن کافی بود و اصلا کلا پلیس منو متوقف کرده بود، اصلا نیاز به اون حمله نبود. یعنی حتی اگه حمله هم نمیکردن اون پلیس من رو متوقف کرده بود و من اونجا میبرد، ولی اونا بازم این کارو کردن. این یه موردی بود که باعث شد هی من بهش فکر کنم. اینکه بعد اینکه من کتک خورده بودم، یعنی اون ضربه رو به من زده بودن و خون از دماغ من جاری بود و وضعیت خوبی نداشتم، یه گوشه من رو پلیسا نشونده بودن، دورم وایساده بودن، یه پیرزنی اومد نزدیک شد به من و تو با اون حالت، با اون صورت خونین به من گفتش که اه، تو بودی که پرچم اسرائیل رو بردی بالا، با یه حالتی از نفرت و به این حالت از من پرسید. خب من در جواب گفتم نه، من پرچم ایران رو برام با همون حالت باز با اون جواب دادم که نه، پرچم ایران بوده. و بعد اون پیرزن دوباره با همون حالت اخم و نفرت رفت. بعد یه زن دیگه ای در همون اسنا که این زنه اومد اینو گفت رفت، یک خانم دیگه ای از پنجره خونش داشت برای من دستمال کاغذی میداد به اون پلیسا که بدن من خونای روی صورتم رو پاک کنم. یه خانم دیگه ای کمپرس یخ برای من آورد. یعنی این تصاویر هم چیزایی بود که اومد بالا. یا اینکه میخواستم وقتی سوار ماشین مامورا بشم، این مامورای لباس شخصی که از من محافظت میکردن، شک داشتم که این ماشینه آیا واقعا ماشین پلیسه. هی دو سه بار ازشون پرسیدم و این تو ذهن من اومد نکنه اینا الان منو ببرن توی این ماشینه که من نمیدونم شاید ماشین پلیس نیست، ببرن میخوان تحویل این آدما دوباره بدن و اینا بخوان بلای سر من بیارن. گوشیم هم که خب ازم گرفته بودن. یعنی همه اینا چیزایی بود که تو ذهن من میومد. اینکه حتی پلیس حتی از اون آدمایی که به من حمله کردن یه نفرم دستگیر نکرد، در صورتی که دقیقا جلوی چشم پلیسا این اتفاق افتاد. ولی حالا به هر علتی، حالا یا ترسیدن یا نخواستن یا هرچی، از اون آدما کسی دستگیر نشد ولی فقط منو جدا کردن از اونجا. یا اینکه مثلا دولت ترکیه به این آدما اجازه میده که به این افرادی که به این حجم از خشونت رو دارن بر مخالفاتشون و به این شکل رفتار میکنن بهشون مجوز میده، ولی به ایرانیایی که من خودم به صورت رسمی درخواست دادم برای سوگواری یادبود کشته شده های ایران، همین به همین مسالمت آمیزی، به همین سادگی این رو درخواستش رو ندادن و مجوزش رو رد کردن. یا اینکه مثلا در تمام این اتفاقا و این شرایطی که به وجود اومده در ایران ما عزیز ما و این همه جنایت شده، همه این افرادی مثلا اونجا جمع شده بودن هیچ حرکتی نکردن، هیچ اعتراضی نکردن، ولی الان برای حمایت از این جمهوری اسلامی کاروان را انداختن اینها. و خب جالبه اینم بهتون بگم که اینا اکثرا ترک و آذری های آذربایجان بوده، یعنی ایرانی تو اون جمع نبود یا اصلا خیلی کم بود. من که ندیدم ولی من متوجه شدم که اکثرا، و تو پلیسا هم گفتن اینا اکثرا همه شهروندان ترکیه هستن و اصلا ایرانی تو اینجا زیاد نیست، کم. همه اینا دست به دست هم داد، خلاصه که من به این فکر کنم که خب
وظیفه من چیه الان، حالا این اتفاق افتاده، من باید چی کار کنم تو این شرایط، تو این وضعیت و در این شهر، در این کشور، من چه وظیفه ای دارم. خودم فکر میکنم که تجربه زیسته‌ای که ما ایرانی‌ها داریم تو مواجهه با خشونت سازمان یافته یه چیزیه که از اون واقعا از اون چیزی که فکر میکنیم گرانبهاتره. یعنی ما این تجربه زیسته فقط برای آینده ایرانمون کمک کننده نیست، حتی برای دنیا میتونه کمک کننده باشه. چون واقعا این تجربه میتونه کمک کنه تا ساختارهای بیمار و اون بخشایی که خشونت زان تو جامعه شناسایی بشن و شاید بیشتر از خیلی از این افرادی که این مسائل رو تحقیق میکنن یا دانش بهش پیدا میکنن این تجربیات ما بتونه کمک کنه و حتی به همون افراد هم این تجربیات بتونه کمک کنه. و خب اینا لزوم اینه که من این مسئله رو باز بکنم و میخوام همه کسایی که دارن میشنون و این تجربیات رو دارن واقعا بهش به شکل دیگه ای فکر کنن و به این تجربه هایی که ما داریم در مواجهه به خشونت سازمان یافته جدیتر فکر بکنن و بخوان راجبش تحقیق کنن، ببینن چه عناصری داره، چه راه حلایی هست برای مقابله باهاش. خب حالا این خشونت سازمان یافته چجوری کار داره میکنه؟ من متوجه شدم که حالا با توجه به چیزایی که دیدم و مخصوصا تو همین جایی که بود، خب اینا مثلا در قالب یک گروه فرهنگی داشتن کار میکردن و این گروه ها معمولا میان تو قالب‌های دینی، فرهنگی، سیاسی، اینا خودشونو میان سعی میکنن به ساختار قدرت نزدیک کنن و در این حال اون ماهیتی که دارن که خشونتگراست رو توی این اسامی با این فعالیت ها میخوان مخفی کنن. یعنی حتی اینا بعضی وقتا اعضایی که نمیتونن کنترل کنن و چون خب ساختارشون این شکلیه، یه سری افراد نمیتونن خودشون رو کنترل کنن، اینا مجبور میشن اون آدما رو مثلا یه جوری دک کنن، اخراج کنن، چون اون خشونتشون رو نشون میدن، اون ماهیتشون رو نشون میدن. اما خب این ریاکاری این سازمان ها، این گروه ها باعث میشه که یه مقدار تشخیص دادنشون سخت بشه. یعنی درسته که این خشونت یه معیار دقیقه که ما اینها رو پیدا بکنیم، اینها رو تشخیص بدیم که مثلا کدوم گروه ها هستن از این خشونت، اینها رو میتونیم پیدا کنیم. اما نیاز به یه ریزبینی داره و باید با ریزبینی بهش نگاه بشه. فقط کافی نیست که ما بگیم خب مثلا یه گروهی خشونت داره پس این خب این گروه خشونتگراست و اینا. ام، ام، مثلا باید این گروه اصلاح بشه یا اینا باید جلوی فعالیتشون گرفته بشه یا هر چیزی. حالا من اینجا چند تا سوال آماده کردم. این سوالا رو میپرسم، نمیخوام کسی جواب بده ولی فقط میخوام بهش فکر بکنید، این سوالا تو ذهنتون بیاد، چون که این آماده میکنه برای اینکه ما بتونیم بریم برای موارد بعدی. یعنی هم اهمیت این مسئله رو باز بیشتر بفهمیم، همین که بدونیم با چه چیز مهمی در ارتباطیم، با چه چیزی که میتونه برای در آینده همه ماها تاثیر بذاره. سوال اول که چطور میشد فهمید خمینی که فرانسه زیر درخت میشست و قیافه یه آخوند مهربان رو میگرفت یه مرد خشنه که به محض رسیدن به قدرت همه مخالفان رو معدوم میکنه؟ چطور میشد فهمید که هیتلر که در زمانی فعال سیاسی بود و هیچ صحبتی حالا از کشتن یهودیا نکرده بود، با قدرت گرفتن جنایت های هولناکی میکنه؟ چطور میشد فهمید که بعضی از این اصلاح طلبها مثل خاتمی و موسوی و روحانی و پزشکیان و این جماعت که برخلاف ادعاشون که مثلا خیلی آدمای مدرن و خیلی آدمای میانه رو این حرفا هستن، میشن همدست اصلی جنایتایی که جمهوری اسلامی تو ایران کرده و بدترین جنایت‌ها تو دقیقا تو دوره‌هایی که اینا سر کار بودن اتفاق افتاده. شاید ما الان به این سوالا فکر کنیم یا یه سری مثلا به این سوالا داریم فکر میکنیم، یه سری جواب آماده بیاد تو ذهنمون و مثلا بگیم خب
مثلا پر هر کدومشون بگیم خب آره مثلا خمینی اینجوری کرده و فلان اینا. ولی واقعیت اینه که تو اون زمان یه جمعی نه تنها نفهمیدن این خشونت این افراد و خطرشون رو، بلکه از این آدما حمایت کردن. و در مورد خمینی یه اکثریتی از جامعه ما خاموش موندن، یعنی هیچ صدایی نداشتن و حتی شکایت هم نکردن. و وقتی اومدن حالا شکایت کردن بعضیشون که شاید دیگه اون کار از کار گذشته بود و اون جمع کردنش دیگه سخت شده بود. با توجه به این شرایطی که ما توش هستیم و حالا این سوالایی که هست و اتفاقایی که ما مردم ایران گذروندیم، واقعا این که انتظار داشته باشیم مردم ایران بتونن و کسایی که تو ایران این سختی ها رو کشیدن جواب یک چنین سوالای مهمی رو پیدا بکنن بعید نیست. یعنی این قابل انتظاره که از توی مردم ایران بتونن افرادی راه حل این مسائل رو پیدا بکنن، هم برای ایران هم برای بقیه جاها. ما 47 ساله داریم با این سیستم الان میجنگیم یا درگیرش هستیم. و خب شاید ما باید بیشتر، هر کدوم از ما باید با نگاه خودمون با توان خودمون روی این مسائل ریزبین بشیم، حساس بشیم و نذاریم که مخصوصا حالا چه در چه همین الان که در مبارزه‌ای که داریم میکنیم، چه در آینده ایران دوباره یک چنین موجوداتی، چنین افرادی بیان به ساختارهای قدرت خودشون رو نزدیک کنن یا بخوان از مردم سوء استفاده کنن و از خشونت سازمان یافته استفاده کنن، مخصوصا زمانی که قدرت رو به دست میگیره. حالا جواب چیه؟ جواب این سوالا چجوری میشه؟ من چند تا مورد رو آماده کردم که خب به صورت فهرستوار اینا رو میگم. اولین موردی که این گروه ها دارن نادیده گرفتن آزادی بیان یا حتی انکار آزادی های اجتماعی و سیاسی، از جمله خب آزادی بیان. معمولا این گروه ها آزادی بیان رو مثلا یا آزادی سیاسی اجتماعی رو به بهونه‌های مختلف میبرن زیر سوال. مثلا میگم خمینی قبل از اینکه اصلا به قدرت بخواد برسه خب میگفتش مثلا از اصلا صحبتش حکومت اسلامی و از این حرفا بوده و خیلی به حکومت اسلام، حالا درسته اینا رو خیلی علنی بیان نمیکرد ولی میشد از صحبتش فهمید که این آدمه کسیه که برای آزادی ارزش قائل نیست. مثلا حق رأی زنا رو معترض بوده، مثلا به آزادی های زنان این آدم اعتراض داشته که اصلا شروع اختلاف ایشون این آدم با اختلاف خمینی با شاهنشاه آریامه دقیقا همون دوره انقلاب سفید بود و اون حقوقی که برای زنان گذاشته بودن. یعنی خمینی اصلا از نوع فعالیتش میشد فهمید که این آدم با آزادی ها مشکل داره و با حقوق برابر زنان در جامعه مشکل داره. یا مورد دوم، این گروه ها، این افراد، یا ببین این چیزایی که دارم میگم هم شامل خود گروه و یعنی ماهیت گروه و قوانینی که بهش حاکمه میشه و هم شامل اون رهبراشون میشه. یعنی میتونه این تو رهبره اون گروه یا رهبرانش خودشون نشون بده. حذف یا انگ زدن به مخالفان. چجوریه که اینا مخالفاشونو اصلا کلا دوست دارن حذف کنن، یعنی مثلا یا بهشون انگای خیلی چیز بزنن. مثلا هیتلر میومد چیکار میکرد؟ میگفت اولا که مخالفاشو حذف کرد، خیلی از مخالفاشو که حذف کرد، بعد خیلی هاشون هم چجوری حذف میکرد؟ بهشون برچسب خیانتکار، خائن مثلا کشور، مثلا شما فلانی و دارید کشور رو آلمان رو دارید نابود میکنید و این حرف. یا خمینی اومد که گفتش که ما مثلا اصلا افراد اسلامی ما فقط میخوایم، افراد ملی هست برن، اصلا افراد ملی هیچ جایی ندارن. خامنه ای مثلا میومد به مخالفاش میگفت شما اغتشاشگرید و نمیدونم از این حرفا، یعنی یک برچسبی که اون افراد رو بخواد سرکوب کنه و حذف کنه. حالا این موارد یه نکاتیه که چی بگم، شاید ما الان بهش فکر کنیم بگیم خب اینا رو ما نمیتونیم مثلا قبل اینکه اینا به قدرت رسیدن پیدا کنیم.
اما من میخوام بگم همه همین نکته هایی که الان داره مطرح میشه که اینا وقتی به قدرت رسیدن این کارا رو انجام دادن، اینا قبل از اینکه به قدرت برسن هم شبیه این کارا رو کردن معمولا، یا با درجه های کمتر، که گفتم نیاز به ریزبینی داره. و این رو خیلی از حالا افراد کنشگر یا روزنامه نگارا، خبرنگارا بهتر میتونن پیدا کنن، کنشگرای فعال حقوق بشر. مثلا میگم یه نگاه از بالا به پایین داشتن به بقیه گروه ها یا تحقیر کردن اینا میتونه اینا جزو رفتارای این گروه ها یا رهبراشون باشه. موارد دیگه هم وجود داره، ولی خب باز میگم اینها همه چیزایی که من جمع کردم. مورد سوم، نحوه تظاهرات خیابانی و برخورد با گروه های مخالف یا مأمورین امنیتی در راهپیمایی‌هایشان. خب ببینید این مورد چیزیه که من فکر میکنم یکی از موارد خیلی مهمه و خیلی ملموستر شاید از بقیه موارد. چون این قسمتیه که اون گروه ها مجبورن خودشون رو در عموم جامعه نشون بدن و یه جورایی براشون سخت میشه اون ماهیت رو دیگه از یه جایی به بعد شاید کنترل کنن. و خب تجربه شخصی خود منم که میگم اینو نشون داد تو همین چیزی که الان براتون تو اول این صحبت مطرح کردم. و خیلی دیگه هم مطمئنا تجربه های شخصی دارن از مواجهه با این راهپیمایی که این گروه ها برگزار میکنن تو سطح شهرهای جاهای مختلف. و من چند تا مثال میزنم از این داستان. هواداره خمینی که تو تظاهراتایی که زمان شاهنشاه آریامر برگزار میشد، اینا میمدن از سلاح گرم استفاده میکردن، به مامورا تیر میزدن که اونا رو تحریک کنن و اونا رو بکشن و اونا یه درگیری به وجود بیاد. یعنی خشونتی رو به کار میبردن که اصلا نیروی نظامی حتی دیگه نتونه حتی فقط وظیفه امنیت اینا رو هم برقرار کنه، اینا بهشون حمله میشده در اون زمان. گزارشاش هست و خب ساواک هم گزارشاشو همون موقع ارائه داده و ثبت شده اینا. یا مثلا ترور میکردن اینا بعضی وقتا توی اینجور از این استفاده میکردن از اینجور فضاها و ترور انجام میدادن. و اصلا بعضی از این گروه ها که خب ماهیت تروریستی داشتن، یعنی اصلا مثلا چه میدونم گروه فداییان خلق یا چه میدونم مؤتلفه و نمیدونم مجاهدین اصلا این کارا میکردن. حالا دیگه اونا حالا شما در نظر بگیرید که اینا وقتی تظاهرات هم میکنن چه برنامه ها و چه نقشه هایی میچیدن. یا هیتلر مثلا وقتی که فعالیت حزبی خودشو انجام میداد و شروع کرده بود و داشته به قدرت نزدیک میشد، یه گروهی رو به اسم محافظ این تجمع برداشت سازماندهی کرد و از این گروه اصلا کارش این بود که درگیر بشن، ضرب و شتم کنن با گروهایی که مخالفشن تو خیابونا و اینا. اصلا وظیفه این گروه این بود. یا همین الان ما تو دوره‌ای که هستیم، خب جمهوری اسلامی الان مردم ایران، اکثریت مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی هستند. ولی خب شما میبینید به محض اینکه بخوان حتی توی یه مخالفتی بخوان بکنن با این تجمعاتی که این سرکوبگر رو دارن، چجوری سرکوب میشن. یعنی الان شما تو خیابونای ایران این جونورا میان مثلا با تعدادای کمشون میان راهپیمایی برگزار میکنن دیگه. ولی شما در نظر بگیرید که جمهوری اسلامی انقدر وحشتناک مخالفا رو سرکوب میکنه که کسی نمیتونه، با اینکه مردم ایران اکثریت هم نمیتونن به این اقلیت اینجوری که از خشونت سازمان یافته استفاده میکنن شکایت کنن یا بخوان صداشون رو برسونن. یا نمونه دیگه برخورد حامیان حماس و فلسطین و اینا با پلیس ها و با کسایی که مخالفشونن تو این تجمعایی که تو حتی اروپا و این ور اونور برقرار کردن یا تو کشورهای دیگه که شما دیدید تخریب کردن جاهای مختلف و میزنن، نمیدونم نابود میکنن، به صغیر و کبیر یهویی رحم نمیکنن، میزنن به در دیوار هم آسیب میزنن. یعنی اصلا کسی نباشه به دیوار هم میزنن، به فروشگاه رو میزنن، اینجور کارا. حالا شما مقابل اینا همین تجمع رو که دیدی، در مقابل نگاه بکن تجمع ایرانیا رو که میبینید ایرانیا با جمعیت های زیاد
بر چند صد هزار نفری مراسم برگزار کردن و دارن تجمع میکنن، ولی اصلا نه به کسی آسیبی میرسه، نه حتی اونجا حتی کثیف میشه، یا اصلا حتی مثلا اونجا اه، یه مشکلی مثلا به وجود بیاد که یعنی حتی اونجا رو من حالا طبق بچه گزارشایی که دیدم از این ور اون ور میگن اصلا ایرانی‌ها اونجایی که حتی تجمع میکنن از اون قبلش هم تمیزتر هستش، یعنی حتی اونجا رو نظافتش هم انجام میده. و هیچ گزارشی نیست من تا جایی که اطلاع دارم از اینکه بخوان با پلیس درگیر بشن یا با اموال مردم آسیب بزنن ایرانیا. با اینکه میگم تجمعات ایرانیا بسیار تعداد شرکت کنندهاش بیشتره و ایرانیا قربانی جنایت بسیار وحشتناکتری هستن که از اون چی که توی غزه اتفاق افتاد. یعنی ایرانیا بسیار داغدارتر از اون افراد دیگه هستن که بخوان این کار رو انجام بدن، ولی شما میبینید که در تجمعات به چه شکل رفتن. اینا همه همون ماهیت این گروه ها رو نشون میده که این افراد خب خشونتگران نیستن و ماهیت خشونتگرایی ندارن، اما آن گروه های دیگه دقیقا افرادی هستند که بتونن، یعنی یک خشونت سازمان یافته در اینها وجود داره و فقط کافیه که یه مقداری از قدرت و بهره ببرن تا ببینید چه بلایی دیگه سر بقیه میارن. حالا میایم من این سه مورد رو میگم، سه موردی که حالا به نظر من اینها میشه تشخیص داد رو گفتم. حالا میرسیم به راه های پیشگیری از اینکه این موجودات به قدرت برسن. یک، شناسایی آنها و آگاه سازی جامعه و سیاستمداران. ببینید توی این زمینه ما خب تو دنیایی هستیم که خیلی فرمولاش تغییر کرده. میشه از رسانه ها استفاده کرد. مثلا ما یه سری پدیده‌هایی داریم مثل اینستاگرامرها یا اینفلوئنسرها که اینا بعضیشون دغدغه‌های حقوق بشری دارن و اینها رو میشه فعال کرد تو این زمینه که دقیقشن روی این مسئله خشونت این گروه ها، دقیقشن روی جاهایی که این خشونت رو جلوه میدن و این ماهیت رو افشا کنن و همه توده های مردم جامعه و سیاستمدارا این نکته آشنا بشن. دو، سیاستمدارایی که با این گروه ها همدست هستن رو باید مورد خطاب قرار بدیم و مخصوصا کنشگرا باید اینا رو مورد خطاب قرار بدن. خب چطوری این کار رو میشه انجام داد؟ خب خیلی ساده، میشه از اینها سوال پرسید که آقا شما چرا با چنین گروهی در ارتباطی؟ به خاطر اینکه این مسئله خیلی مهمه، چون این گروه ها بعضی وقتا خودشون نتونن وارد سیاست بشن، به قدرت نزدیک شن، بعضی افراد رو حمایت میکنن و وارد سیاست میکنن که اون فرد در اونجا بتونه از منافع اینها حفاظت کنه. و خب اون فرد ما باید بالاخره باید مورد سوال قرار بگیره آیا میدونی همچین گروهی هستش یا اینکه نمیدونی. اگر نمیدونی که خب بیا این مثلا ببین اینا این کارا رو کردن، اینجوری رفتار میکنن. یا اگر میدونم که خب دیگه بحثش سباست. سه، جلوگیری از برگزاری تظاهرات خیابانی این گروه ها با حضور در محل این تظاهرات. یعنی این خب این میشه شبیه کاری که خب خود من انجام دادم دیگه، یا خیلی از بچه های دیگه ایرانی های مختلف کشورهای مختلف من دیدم میرن تو تجمع اینایی که حامی جمهوری اسلامی هن، حامی این تروریستان، حامی این حماسی و اینجور جک و جونوران، میرن اونجا و اعتراض میکنن. خب اینا این تجمعات خیابونی به اینا مشروعیت میده، بعد اینا حس چیز میگیرن، اسمش حمایت میگیرن و در عین حال افراد رو جذب میکنن توی این راهپیما و این تجمعاتشون. و خب حالا اگر ما بدونیم که یک چنین گروههایی، حالا چه مردم چه کنشگرا، وقتی که اطلاع داشته باشن که این گروهه اینا خشونتگران، اینا افرادی هستند که خشونت سازمان یافته دارن، اینا دارن راهپیمایی میکنن، ما اگر سکوت کنیم و بشینیم تو خونمون بذاریم اونا همون کار انجام بدن، اینا کم کم خودشون رو تقویت میکنن و شاید بشه اون اتفاقی که نباید بشه و بشه اون چیزی که اکثریت خاموش در 57 یه جورایی رقم زد و یه سری گروه هایی اومدن در قدرت که از خشونت به بدترین شکل استفاده میکردن و چه جنایتایی رو کردن. یا اینکه
چی بگم، حتی فرزندان خود اون افرادی که بی‌تفاوتن نسبت به این قضیه، یا جذب این گروه ها بشن یا اینکه قربانی اینها بشن، و اینها احتمالاتی که وجود داره، به خاطر همین مسئله مهمه. و خب باید این هم توجه کنیم که وقتی چنین کنشی میخوایم انجام بدیم، باید با هماهنگی پلیس باشه. یعنی بریم در اگه اونها اونجا هستن، با هماهنگی با پلیسی که اونجاست، که ما به پلیس بگیم که آره اینها خشونت دارن و ممکنه به من آسیب برسن، لطفا از من محافظت کنید مثلا، و اونجا ما اعتراض خودمون رو بکنیم. و خب پلیس و سیستم امنیتی اون کشور بالاخره متوجه مسئله خواهد شد وقتی که ببینه که یک سری افراد دارن به اینو اعتراض میکنن، و شاید کم کم جلوی حتی اون تظاهرات و مجازاتشون رو خودشون بگیرن. نکته چهارم که میشه اینها رو پیشگیری که از رسیدن به قدرتشون، اینه که تقدس زدایی از رهبران این گروه ها. یعنی خب بالاخره این گروه ها خیلی هاشون یه ماهیت هایی دارن که یک نفری رو واسه خودشون بزرگ میکنن. مثلا ماهیت دینی دارن، خب میان اون رهبر رو مقدس جلوه میدن و با استفاده از اون یک سری افراد رو جذب میکنن و یه سری تندروی‌ها به وجود میارن و از اینجور کارا. و خب تقدس زدایی از اون رهبره و اون که اونجا داره این کار رو انجام میده و میخواد جذب بکنه این نیروها رو، خب اینا رو اتوماتیک ضعیف میکنه و حتی تو بعضی موارد اصلا اینا فروپاشیده میشن وقتی این رهبر تقدس زدایی بشه. خب اینم موارد پیشگیری از رسیدن به قدرتشون. وظیفه فعالین حقوق بشر از جمله فعالین کارگری و خبرنگاران. اینم جواب سوال بعدی که حالا من اینها رو آماده کردم. یک، کمک به افشای گروه هایی که از خشونت سازمان یافته استفاده میکنن. دو، حمایت از کنشگران و خبرنگارانی که این گروه ها و موارد استفاده از خشونتشان را افشا میکنن. سه، رساندن صدای قربانیان این خشونت ها به توده های مردم. چهار، درخواست از نمایندگان دولت و مجلس برای محدود کردن یا انحلال آن سازمان ها. پنج، نقد افکار این گروه ها در جمع های کارگری و در نشست هایی که دارن یا در کارگاه ها میتونن این کار انجام بدن. شش، تشریح خطرات حمایت از گروه هایی که خشونت سازمان یافته دارن. این کار رو میتونن در جمع های این کار، حالا این مخصوص کنشگرای کارگریه، یعنی به این شکل که تو جمع های کارگری میشه راجع به این مسئله صحبت کرد و خطرات رسیدن به قدرت این گروه ها یا این سازمان ها رو برای کارگرها، برای خودشون این رو شرح بدن. یعنی فقط کافی یک نفر یا دو نفر از جمع اون گروه بتونه این رو صحبت کنه، یا با ارجاع دادن به کسی که راجع به این مسئله صحبت میکنه. و اینکه چقدر همین گروه ها و سازمان ها میتونن آسیب بزنن به کارگران. نمونهش چیه؟ نمونهش انقلاب کمونیستی شورویه که به اسم کارگر اومدن بدترین ضرر بهشون زدن، چه خشونتایی به کار بردن برای خود همین کارگران. شورش 57 نمونه دیگه شه که اومدن و بیشترین آسیب رو به همین گروه کارگران زدن. قدرت گرفتن حزب نازی که خودش رو یه جورایی میخواست حامی کارگرا جلوه داده بود و میگفت من برای کارگر. یعنی شما نگاه میکنید تو این دقیقا عین این سه مورد، چه شوروی کمونیستی، چه 57یا و چه نازیای آلمان، هر سه اومدن دقیقا از حمایت کارگرها سوء استفاده کردن و از اون طرف هم بیشترین آسیب رو با همین خشونت ها به خود کارگر زدن. یعنی صحبت راجع به این مسائل تو جمع کارگری خودش یه مسئله که اینا رو یه آگاهی ایجاد میکنه که این گروه ها رو ضعیف میکنه و خود کارگر میشه یک جور واکسن یا یه جور میشه گفت درمانی برای اینکه اون گروه نتونه قدرت بگیره و نتونه اصلا عضو بگیره، یا اون کارگر میتونه وقتی که تو اون گروه باشه اونجا اصطلاحاً صدای آزادی خواهان باشه، صدای کسایی که مخالفن با این خشونت ها. هفت، اگر از میان کارگران یک کارخانه یکی یا چند نفر از کارگران در چنین گروه های عضو است، باید توسط بقیه کارگران
از او سوال پرسیده شود. حالا چطور این چجوریه تو همون اجتماعی که این گروه های کارگری شکل میدن، این مثال رو خب ما در مورد کارگران میزنیم، چون مسئله گروه ما مسئله کارگران هست و دغدغش رو داریم. اما برای بقیه گروه هم این شامله، یعنی مثلا دانشجوها میتونن یه همچین کاری انجام بدن، یا چه میدونم بخشای دیگه جامعه میتونن این رو بردارن و شبیه این رو تو خودشون استفاده بکنن. نفری اگر عضو در چنین گروه ها یا سازمان هایی، بقیه اعضای گروه ازش بپرسن که آیا واقعا اطلاع داره که اینها افرادی هستن که از خشونت استفاده میکنن برای سرکوب برای مخالفاشون و از خشونت سازمان یافته دارن، و آیا با دونستن یه همچین چیزی واقعا میخواد هم عضو اینا بمونه، یعنی با این خشونت مشکلی نداره. و همین سوال مطرح کردن و این پرسش ها و این همفکری ها توی این گروه ها خودش میتونه یه تاثیر بزرگ داشته باشه روی اینکه این افراد از اینها جدا شن و این گروه ها ضعیف شن. خب اینم بخش وظیفه فعالین حقوق بشر و از جمله فعالین کارگری و خبرنگاران. در پایان من یه جمله رو من آماده کردم و با این صحبتم رو به پایان میرسونم. خشونت رفتاری است که شایسته انسان متمدن نیست و در دنیای مدرن نباید جایی جز در ورزش‌های رزمی و صنعت سرگرمی داشته باشد. دیدن چنین رفتاری در هر بخش از جامعه، از خانواده گرفته تا گروه‌های کوچک محلی و یا گروه‌های بزرگتر، از جمله گروه‌های دینی یا احزاب سیاسی، نشانه است از وجود مشکل. وظیفه ما جلوگیری از بیشتر شدن خشونت و برطرف کردن عامل آن است. ما این را به جامعه و نسل‌های آینده مدیونیم، به امید روزی که نیازی به چنین سخنرانی‌هایی نباشد. پاینده ایران، جاوید شاه.